سخنرانی ماکسیم گورکی، نویسنده نامدار روس، در کانون نویسندگان این کشور به سال 1916. در جهان سه گونه دزد هست: دزد معمولی، دزد سیاسی، دزد مذهبی. و اما دزدان معمولی کسانی اند که پول، کیف، جیب، ساعت، زر و سیم، وسایل خانه شما را برای سیر کردن شکم خودشان و فرزندانشان می‌دزدند. دزدان سیاسی کسانی اند که آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق، دستمزد، تحصیلات، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه‌های ملی شما و حتی مالیات شما را می‌دزدند و چپاول می‌کنند و شما را در سیاه‌روزی و بدبختی نگه می‌دارند. دزدان مذهبی کسانی هستند که این دنیای زیبایتان را، جرأت اندیشیدنتان را، علم و دانشتان را، عقل و خردتان را، جشن و شادمانیتان را، سلامتی تن و روانتان را، دارایی و مالتان را می‌دزدند و تازه یک چیزهایی نیز به شما گران می‌فروشند، مانند خدا، دین، بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، افسردگی نگه می‌دارند. دزدان مذهبی با سخنان فریبنده باغ بهشت را به شما نشان می‌دهند و دروغ می‌گویند، می‌فریبند، سواری می‌گیرند، شما را در فرومایگی، فقر، بدبختی، نکبت نگه می‌دارند. تفاوت جالب اینها در این است که دزدان معمولی شما را انتخاب می‌کنند، اما شما دزدان سیاسی و دزدان مذهبی را خودتان انتخاب می‌کنید و به آنها ارج می‌دهید و آنها را بزرگ می‌شمارید. تفاوت دیگر و بزرگتر این که دزدان معمولی تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرند، دستگیر می‌شوند، شکنجه می‌شوند، شلاق می‌خورند، زندان می‌روند، تحقیر می‌شوند. اما دزدان سیاسی و مذهبی هر دو توسط قانون و پلیس حمایت و محافظت می‌شوند، پست و مقام بالاتری می‌گیرند، زور می‌گویند، ستم می‌کنند و از شما طلبکار هم می‌شوند.